در ماه مه سال 1999 یه دختر 14 ساله پیش پلیس میره و ادعا میکنه که دائما توسط روح زنی داره اذیت میشه. پلیس اول فکر میکنن توهم زده یا خرافاتی شده، تا اینکه اون شروع به گفتن جزئیاتی میکنه که فقط یه قاتل میتونه از اون اطلاع داشته باشه. فن منیی، دختری که در سال 1976 در شنژن چین به دنیا اومد. این دختر بچگی خیلی سختی داشت. پدر و مادرشون رو نمیخواستن. یک بچه ناخواسته بود و زمانی هم که به دنیا میاد اونو رها میکنن. وقتی پلیسا پیداش میکنن اونو به یه یتیم خونه میسپارن تا اونجا بزرگ بشه. طبق قوانین هنگ کنگ هم این بچه‌ها توی یتیم خونه تا 15 سالگی بیشتر نمیتونن باشن و بعد از اون باید بیان بیرون و سعی کنن که خودشون زندگی کنن به عنوان یک بزرگسال. فن من هم جدا از این استثناءات نبوده و وقتی که 15 سالش شده از اونجا میندازنش بیرون و اون برای اینکه پولی هم نداشته و کلا بی خانمان بوده مجبور به تنفروشی، کیف قاپی و هزار تا کار دیگه میشه تا بتونه شکم خودش رو سیر کنه. تا 21 سالگی میشه گفت زندگیش به همین منوال گذشت تا اینکه توی یک فاحشه خونه کار پیدا میکنه و با یک آقای معتادی به اسم نیچی یون آشنا میشه و ازدواج میکنه و 2 سال بعد هم صاحب یک فرزند پسر میشه. این خانواده 3 نفره شروع میکنن به زندگی کردن توی آپارتمان و خب شاید فکر کنید که چه زندگی خوبی داشتن یا شاد و خوشحال بودن، اما شوهر فنمن یه وحشیه به تمام معنا بود، اینطوری که اونا همیشه با هم دیگه دعوا میگرفتن و بچه‌شون همیشه گریه میکرد و اینو همسایه‌ها میشه گفت زنگ زدن و گزارش میدادن هر شب که آقا اینو دارن دعوا میگیرن، بچه‌شون گریه میکنه، ما نمیتونیم بخوابیم و کل روزو بیداریم. فنمن بعد از اینکه پسرش رو باردار میشه و به دنیا میاره تصمیم میگیره که سبک زندگیشو عوض کنه. تصمیم میگیره که اعتیادش رو کنار بذاره و دیگه تنفروشی انجام نده. بعد از اون یک شغلی در کلوپ شبانه به نام امپرس کاراوکه پیدا میکنه. اینم بگم که فنمن توی اون کلوپ شبانه به عنوان یک مهماندار کار میکرد. مهماندار هم میشه گفت یه جورایی داره خدمات میده به مشتری، خیلی شغل جالبی نبود، اما تنها تفاوتش میشه گفت این بودش که دیگه به عنوان یک فاحشه کنار خیابون کار نمیکرد، امنیت شغلیش بیشتر بود. آره توی یه نظارتی بود. فنمن که از دست شوهرش خسته شده بود و یه کار بهتر هم الان پیدا کرده بود، تصمیم میگیره که با بچه‌اش شوهرش رو ترک کنن و به خاطر همین تصمیمش هم مجبور که بیشتر کار کنه تا بتونه پول بیشتری دست بیاره، چون که به هر حال از شوهرش جدا شده بود و نیاز به پول بیشتری هم داشت. آفرین، تنها بود. همه چی تقریبا میشه گفت داشت اوکی پیش میرفت، زندگیش روی روال بود تا اینکه شخصی به اسم چان من لوک وارد اون کلابی میشه که این داشته کار میکرده و ماجرا از اینجا میشه گفت یه جور دیگه ای پیش میره. حالا اصلا چان من لوک کی بوده؟ چان من لوک یکی از اعضای مافیای هنگ کنگ بوده. میشه گفت یک فرد بسیار قوی و پولدار و اینا بوده و مافیا بوده. تو اون بازه زمانی هم 33 سال داشته و از دوران میشه گفت نوجوانیش، راهنماییش هم یک سری خشونت ها نسبت به بقیه نشون میداده. دوستاشو اذیت میکرده، بهشون زور میگفته و حتی دخترها رو مورد آزار و اذیت قرار میداده. نه اینکه حال بهشون تجاوز کنه، ولی همیشه با رفیقای اون دورهش میومدن اینا رو مجبور میکنن، این دخترا رو که از اندامای خصوصیشون عکس بگیرن و به چان نشون بدن. چان من سال 1991 شروع به فروختن مواد مخدر میکنه و طی زمان تبدیل به یکی از قاچاقچیان خطرناک مافیای هنگ کنگ میشه. اون از قبل مشتری دائم این کلاب بوده و وقتی که یه بار رفته و فنمن بهش میشه گفت خدمات داده، با اونم حال کرده و دیگه هم مشتری دائمی اون کلاب شده و هم مشتری دائمی فنمن. شبی که چان من لوک میره توی اون کلوب، یعنی میره پیش فنمن که حالا اون خانم بهش خدمات بده، $4,000 هنگ کنگ توی کیفش بوده. حالا شما تصور کنین فنمن هم خب قبلا کیف قاپی انجام داده، از اینجور کارا بلد بوده، از طرفی هم وضع مالی خوبی نداشته، وسوسه میشه که اون $4,000 رو بدزده. از اون طرف چان من لوک متوجه میشه که فنمن اومده این $4,000 رو از تو کیفش برداشته. خب اون یه آدم کله گنده بوده، تو کتش نمیرفته که ازش دزدی بشه. بهش میگه $4,000 رو که باید بهم برگردونی هیچ، $10,000 دیگه هم باید بهم بدی. فنمن میاد 4,000 تا رو بهش میده، ولی برای اون 10,000 تا مابقی بهش میگه که آقا من نیاز به زمان بیشتری دارم. ولی چان من چیکار میکنه؟
یه ایده دیگه رو میخواد پیاده کنه سر این که این بدهی رو بخواد از این دختر بگیره. تو تاریخ 17 مارس 1999 3 نفر میان و فنمن رو میدزدن و میبرنش به آپارتمان غیر مسکونی و اونجا زندانیش میکنن. حالا این 3 نفر کیا بودن؟ این 3 نفر یه پسر 21 ساله به اسم لونگ وایلون، یه پسر 26 ساله به اسم لونگ شینگچو و یه دختر 14 ساله به اسم لو مینگ فونگ بودن. این آپارتمان غیر مسکونی که فنمن رو میبرن اونجا زندانی میکنن، این دختر 14 ساله اونجا زندگی میکرده و میشه گفت وسایلش و کلی از عروسک‌های هلوکیتی و چیزایی که اون زمان مد بوده توی اون خونه پره. و اینم بگم زمانی که چانمن لوک و اون حالا 2 پسر فنمن رو گرفتن، یعنی زندانی کردن، اول ذهنشون یعنی فکرشون اینطوری بودش که فنمن رو به مردهای دیگه این باند بفروشن، پولش بدهی فنمن در بیاد. اما بعدش یه چیز دیگه به ذهنشون میرسه، میگن چرا این کارو کنیم، بیایم کار دیگه‌ای با این دختر انجام بدیم. این 3 نفر میشه گفت 1 ماه تموم این دختر رو زندانی کرده بودن و هر روز مورد آزار و اذیت جسمی و جنسی قرارش میدادن. با انواع اقسام وسایل مثل قیچی و چاقو بهش تعرض میکردن، با میله میزدنش و حتی آویزونش میکردن و مثل یه کیسه بوکس باش رفتار میکردن. اونا میومدن روی جراحات بدن این دختر نمک و ادویه‌های تند میریختن و حتی کف پاشو با موم شمع و پلاستیک میسوزوندن که نتونه راه بره فرار کنه و از همه بدتر مجبورش میکردن که لبخند بزنه و بگه که از این شکنجه داره لذت میبره و اگه این کارو نمیکرد اینا میومدن شکنجه رو بدترش میکردن. حالا اتفاقاتی هم که سر این دختر اومد و بلاهی هم که سرش اومد دقیقاً خیلی شبیه جونکو فروتا بود که توی ژاپن اتفاق افتاده و اونم دقیقاً همین اتفاق براش پیش اومده بود. توی 14 یا 15 آپریل 1999 بود که فنمن به خاطر اون جراحات و شدت زخم‌هایی که داشت از دنیا میره. حالا طبق یه سری گزارشاتی که ثبت شده بود میگفتن که اون 3 نفر یه شب فنمن رو توی حموم حبس میکنن، میرن بیرون، وقتی که میان میبینن که فنمن مرد. بعد از اون یه فکرایی به سرشون میزنه که خب ما باید جنازه رو یه کاری باش بکنیم دیگه. تصمیم میگیرن که جسد رو تیکه تیکه کنن، بعدش جسد رو بپزن، گوشت از استخون جدا بشه، گوشت رو کم کم بدن سگا بخورن و استخونم حالا هر طور شده گم و گور کنن که کسی متوجه جسد فنمن نشه. اونا شروع به پختن تیکه‌های بدن اون توی یه قابلمه خیلی بزرگ میکنن و تقریبا میشه گفت همه چی اونطور که میخوان داره پیش میره تا اینکه متوجه میشن که اینا نمیتونن سر فنمن رو بپزن و بدن سگا بخورن. بر همین چیکار میکنن؟ میان سر اونو داخل یکی از عروسک‌های هلوکیتی اون دختر 14 ساله که اونجا زندگی میکرد اونجا قایمش کنن. همه چی به نظر میاد که اونطوری که باید داشت پیش میرفت تا اینکه لو مینگ فونگ، همون دختری که اونجا زندگی میکرد و عروسک‌ها برای اون بود، شروع به دیدن یه سری کابوس‌ها میکنه و معتقد بوده که توسط روح فن تسخیر شده. این کابوسا و اون توهماتش حالا هر چی که بوده اینقدر زیاد میشه که لو مینگ فونگ تصمیم میگیره بره اداره پلیس و اونجا اعتراف کنه و به پلیس همه چیز رو بگه. افسران پلیس خودشون رو به اون آپارتمان میرسونن و میبینن که آره از فنمن جمجمه باقی مونده، دندون، یه کیسه پلاستیکی که بقیه محتویات اعضای بدن فنمنه و اونجا متوجه میشن که یعنی جستجو میکنن و بقیه اعضای بدن فنمن رو توی سطل زباله های شهر پیدا میکنن. اینم بگم که اون 3 پسر با هم دیگه قرار گذاشته بودن که اگه مشکلی پیش اومد و یه موقع اگه لو رفتن هر اتفاقی افتاد بگن که ما کاری با فنمن نکردیم و اون خودش اووردوز کرد و مرد. چانمن لوک که همون عضو مافیای هنگ کنگ بود ازدواج کرده بود و بچه‌ش هم تازه به دنیا آمده بود. پلیسا وقتی که میرن و دستگیر کنن زنش رو هم دستگیر میکنن چون معتقد بودن اونم ممکنه توی این ماجرا دست داشته باشه. اما بعد از تحقیقاتی که انجام میدن متوجه میشن که نه، این فقط صرفا باش ازدواج کرده بوده و توی کارهای دیگه این دخیل نبوده. برای همین آزادش میکنن. لونگ وایلون 21 ساله که یکی از همون پسرا بود وقتی ماجرا رو توی روزنامه میخونه و متوجه میشه که همه چی لو رفته، سریع همه چی رو جمع میکنه و فرار میکنه به گوانگشی.
اما چون پلیس اینترپل دنبالش بوده توی 14 فوریه 2000 دستگیر میشه و 3 روز بعدش به هنگ کنگ برگردونده میشه که مورد محاکمه قرار بگیره. در نهایت که این 3 تا مرد دستگیر میشن محاکمهشون شروع میشه. جمجمه فنمن در 3 ژوئن و بعد از محاکمه به سردخونه منتقل میشه و در نهایت در 7 دسامبر سال 2000 این 3 تا مرد محکوم به قتل غیر عمد میشن. تو تمام این مدت این 3 تا آقا اظهار داشتن که فنمن خودش اووردوز کرده، مواد کشیده و به این حال افتاده، یعنی مرده. ما نه شکنجهش کردیم نه بلایی سرش آوردیم. اما با این حال اصلا در مورد اینکه تیکه تیکش کردن و چه بلایی سر بدنش آوردن و جنازهش، اصلا این ادعا رو رد نمی‌کردن. قبول کرده بودن و میشه گفتش که هیئت منصفه که شامل 8 تا مرد و زن بود به این نتیجه رسیدن که این 3 تا مرد به قصد کشتن فنمن دست به این اقدام نزدن، اما فن توسط بدرفتاری اونا مرد. در آخر قاضی پرونده حکم هر 3 تا مرد رو حبس ابد با امکان آزادی مشروط میبره و بعداً گفته بود که توی هنگ کنگ تا حالا دادگاهی برگزار نشده بود که موضوعش اینقدر وحشتناک و ظالمانه باشه. لو مینگ فونگ هم که همون دختر 14 ساله بود که به همین چی اعتراف کرد، به خاطر اینکه مدام کابوس میدید و توی وحشت بود فرستاده میشه به بیمارستان روانی و تا موقعی که سلامت عقلش برگرده تحت درمان قرار گرفت. تا 20 سال بعد هم میشه گفت که خبری باز از این داستان نبود که این حکم براش بریدن یا نه. یه سری‌ها میگن که هنوز اونجا تحت درمانه و یه سری‌ها میگن نه مجازات شده و داره حبسشو میکشه. از آخرین گزارشاتی که از زندان هنگ کنگ اومده این 3 نفر هنوز هم دارن حبسشونو میکشن و زندانیان و فقط میگن که یک بار چان من لوک میاد درخواست تجدید نظر میکنه به دادگاه که مثلا حکممون یه بار نگاه کنین و میخواست که حکمش کم بشه، ولی خب دادگاه رد میکنه و هنوز هم مثل این که 3 تاشون توی زندانن. دمتون گرم که این ویدیو هم تماشا کردین. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. اینستاگرام ما هم فالو کنین که اونجا هم داریم واسهتون پرونده‌های باحال میذاریم. مراقب خودتون باشید تا ویدیوهای بعدی میبینیمتون. فعلا